بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر خواهران عزیزی که در درس زوم عقیده همراه ما هستید و این چنین تمام خواهرانی که و تمام عزیزانی که بعدا این درس رو گوش میکنن، خیلی که گفتم امروز درباره عرش و کرسی صحبت میکنیم. باذن الله بعد از همین درس باز چند مسئله های دیگر برایتان روشن میشود. امام طحاوی میگویند والعرش والکرسی حق، و بدانید که عرش و کرسی حق است، یعنی این چیزها وجود دارند و حقیقت دارند. برای اینکه بعضی از گروه های هستند که وقتی کلمه عرش میگویند اونها میگن یعنی فلک را الله در نظر دارد یا یک بوم را در نظر دارد، در حالی که کلمه عرش خواهرها تخت شاهی هست. معنایش کلمه عرش معنایش تخت شاهی هست. چگونه که در قصه سلیمان و بلقیس آمده است که عرشش را یعنی تخت شاهی ملکه بلقیس را در یک میجه زدن که افریت جین گرفته به نزد سلیمان می آورد که کانه هو میگوید دیدن این عیناً همون عرش من است. یا اینکه و رفع ابویه علی العرش، حضرت یوسف پدر و مادرشان را به همان تخت شاهی برآورده می نشینانند که شما اینجا بنشینید. احترام یوسف به پدر و مادر بود. و کلمه عرش تخت شاهی هست اصلا معنایش. و درباره اینکه عرش وجود دارد و پروردگار خواهران عزیز بالای عرش است، خیلی که خواهر گفتن زیاد اختلاف است. اگر به آیت ها نگاه کنیم، به حدیث های صحیح نگاه کنیم، به قول علما و حتی 4 مذهب، امام ابو حنیفه از همه کلانیشان، امام مالک، امام شافعی، امام احمد که هر 4شان هم از اهل سنت و جماعت هستند، نگاه کنیم همه اتفاق هستند که پروردگار بالای عرش است. کسی نمیگوید که نه پروردگار در عرش نیست. نه، فقط بعض نفرانی هستند که اگر این گونه گفتن گمان میکنند که الله به عرش گویا محتاج بوده است، این چیز از ذات الله دور است، یعنی الله به مکان نیاز ندارد. گویان کلمه پروردگار استوا کرد یا بالا شد، بالای عرش را به دیگر معنا دادگی هستند که آنها هم از ترس که الله را به کسی تشبیه نکنند، نه اینکه این آیت ها را تماما انکار کرده باشند. چون که آیت از آیت قرآن رو کسی انکار کرد انسان از دین خارج می شود. آنها آیت را به دیگر معنا دادگی هستند. و اینجا وقتی میگویم پروردگار بالای عرش است، پروردگار هر کجا خواهد می باشد و خودش از این خبر میدهد که کمی بعد دربارش میخوانیم. درباره عرش که گفته معنایش چی است؟ تخت شاهی هست. و کمی بعد امام طحاوی هم میگویند که اگرچه پروردگار عرش را آفریده است، اما گمان نکنید که الله نیاز به عرش دارد. وقتی حد در حیات دنیوی انسان چیزی رو ساخت، حتمی نیست که به آن نیاز دارد. بعضا چیزی رو میسازد از اینکه دوستش داره، یا اینکه خیلی که الله بنده ها را ساخت تا که ما او را عبادت کنیم، معنیش این نیست که الله نیاز به من و شما دارد، نیاز به بندگانش دارد. عرش هم عیناً همین گونه از مخلوقات الله، اما از بزرگترین مخلوقات الله در روی زمین است که در حدیث می آید کمی بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن کلانی عرش را به جز الله کسی نمیداند و زیبایی عرش را انسانیت تصور کرده نمیتواند، که در حدیث جویریه آمده است که پیامبر چی میگویند؟ تو این دعا را بخوان، به جای از صبح تا نصف روزی نشسته با سنگچه ها سبحان الله الحمدلله گفته زیاد تسبیح گفتن، بگو سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته. و زینت عرشی یعنی سبحان الله و الحمدلله به مقدار زیبایی عرش پروردگار که حد و حدود ندارد عرش پروردگار. و درباره عرش پروردگار خواهران عزیز الله چه میگه؟ ذل عرش المجید، پروردگار صاحب عرش مجید است. یا اینکه رفیع الدرجات ذل عرش، الرحمن علی العرش استوى در سوره طه. الرحمن پروردگار استوا کرد یعنی بالا شد به عرش. ثم استوى علی العرش، بازگشته چی میگوید؟ ثم استوى علی العرش، استوا بالا شد. الله لا اله الا هو رب العرش العظیم، او الله یگانه است که هیچ خدای با حق یا اله بر حق بجز او وجود ندارد و او پروردگار عرش بزرگ است. و این چونین چی میگوید؟ و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ 8، و عرش پروردگارت را آن روز 8 فرشته یحمل و بردار میکنند.
و ترى الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم. و ای پیامبر تو میبینی که چقدر فرشته ها اطراف عرش را احاطه کردند و آنها حمد و ستایش گویان پروردگار را تسبیح میگویند. و درباره عرش خواهران عزیز خیلی گفتم بزرگترین مخلوقات عرش است و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث عباس ابن عبدالمطلب میگویند آیا میدانید بین آسمان ها چقدر مسافه هست؟ از من ببینم آره تخریج حدیث را هم آوردگی هستند که در مسند امام احمد و دیگر کتاب های سنن ابو داود و ترمذی هم آمدگی هست، اگرچه بعضی علما در سندش ضعف است میگویند. پیامبر میگویند به هر حال حدیث را گویم خیلی معلومات جالب دارد. پیامبر میگویند آیا میدانید مسافه بین زمین و آسمان چقدر است؟ و صحابه ها میگویند الله و رسوله اعلم. اگر چیزی را ندانید الله و پیامبرش داناتر است. گفتن این اخلاق شما را میفهماند. و صحابه ها میگویند الله و پیامبرش داناتر هستند. پیامبر میگویند بین زمین و آسمان 500 ساله راه است و بین هر یک آسمان که 7 طبقه آسمان است باز 500 ساله راه است و این چنین غفصی هر یک آسمان 500 ساله راه است و بالای 7 طبقه آسمان بحر بزرگ هست که از آسمان تا آن هم مسافه بین زمین یعنی 500 ساله راه است. بالای آن عرش پروردگار است و بین بحر و بین عرش پروردگار هم 500 ساله راه است. و در دوامش میگویند لیس یخفى علیه من اعمال بنی آدم شیء والله فوق ذلک. اول و پروردگار بالای آن عرش است و در دوامش باز میگویند بدانید که اگرچه الله بالای عرش است اعمال بنده ها اصلا از او پنهان نیست، او به تمام اعمال بنده ها با خبر هست. و نگاه کنید که یعنی بزرگی الله خواهران عزیز. انسان پیاده در چند سال کوتاه از یاد من فراموش شد میتواند زمین را کاملا دور زند، اما از زمین ما تا آسمان یکم 500 ساله را، از آن با آسمان دوم باز 500 ساله را. همین گونه مخلوقات الله چه است بزرگ است. در حدیث دیگر که در صحیح بخاری آمده است میگویند اگر شما از الله جنت را پرسیدید از او جنت فردوس را پرسید، یعنی بالاترین درجه جنت را پرسید. مومن هر چیز را بهترینش را از الله بپرسد که الله به همه چیز برای دادن قادر است و وعده میدهد که دعای شما را اجابت میکند. پیامبر میگن شما فردوس را پرسید برای اون که او در بالاترین جنت است و بهترین جنت است و بالای همین جنت الفردوس عرش پروردگار است. یعنی عرش پروردگار خواهران عزیز چه است؟ در حدیث و در آیت ها زیاد آمده است که به این باید یقینا ایمان داریم که عرش وجود دارد که آن چه هست تخت شاهی. میگویم که بزرگی آن مسافه آن را پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هیچ کس نمیداند که کمی بعد میخوانیم. و خیلی گفتم بعض اهل کلام یا بعض فلسفه‌جی ها میگن نه، عرش معنایش فقط چه است فلک هست که اطراف زمین و آسمان را احاطه کرده است و پروردگار بالای آن گفتیم تشبیه میشود و با همین ها. اما عرش را پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگویند؟ در حدیث دیگر آمده است که میگویند من روز قیامت بیدار میشوم و نمیدونم که موسی از من پیشتر بیدار شد یا که کی، چون که موسی را میبینم که یکی از ستونهای عرش را، پایه های عرش را دارد میبردارد. پس عرش چه هست؟ عرش پایه دارد که در آیت آمده است که و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. آن روز عرش پروردگارت را 8 فرشته میبردارند. و درباره بزرگی فرشته سبحان الله پیامبر میگویند خواهران عزیز بدانید که فقط حدیث در سنن ابو داود آمدگی هست از همین نرمی گوش، جایی که ما گوشواره میزنیم، از نرمی گوش تا کتف یکی از همان فرشته هایی که عرش الله را میبردارند مسافه 700 ساله راه است. یعنی از همین گوش آن فرشته تا کتفش اگر راه روید شما 700 سال باید راه روید. بدونید که آن فرشته ها بزرگیشان سبحان الله چقدر هست و آن عرش چقدر بزرگ است که ما حتی تصورش کرده نمیتوانیم. و درباره عرش
چه خیلی گفتم تخت شاهی است و استوا علی العرش آیت اومده است، حدیث اومده است که ما به این یقین داریم. اما چه خیلی که امام مالک میگویند عرش معلوم است، استوا بر آمدن معلوم است، اما چی خیلیش را مجهول است که من و تو آن را دریافت کرده نمیتوانیم و پرسیدنش هم بدعت است. اگر چی خیل بالای عرش بودن پروردگار را تو تصور کرده میتوانستی، یکم پیامبرت به تو بیان میکرده، پیامبر به تو بیان میکردن، پیامبر هر چیزی که به تو لازم است و عقل تو میگیرد بیان کردن. مادامی که در این موضوع یا در این مسئله پیامبر سکوت کردن، پس عقل من و تو نمیگیرد که ما به این باید ایمان بیاوریم، نه اینکه نه معنایش شاید این باشد شاید آن باشد. پیامبر این کار رو نکردن، صحابه های پیامبر نکردن، تابعین نکردن، ابو حنیفه نکردن. تو چرا گفتگو میکنی که چه خیلی میشده است که بالای عرش میرفته است و عرش چه خیلی میشده است؟ در حدیث دیگر آمده است که اگرچه در سند آن حدیث هم در اینجا مقاله است، در سنن ابو داود صحابه میپرسند که چگونه الله یگانه هست و او از تمام بنده ها آگاه می شود و به تمام بنده ها رسیدگی کرده می تواند. پیامبر میگن مثال عادی ماهتاب را نگاه کن. ماهتاب کوچکترین یکی از مخلوقات الله هست، اما تنها هست و از ماهتاب، از نور ماهتاب تمام مخلوقات فایده میگیرند. الله خالق همان ماهتاب است. قدرت الله فوق قدرت تمام این مخلوقات است که او قادر است که تنها باشد، بالا باشد، از همه بنده ها آگاه باشد. و در دوامش درباره کرسی آمد. آره گفتن عرش پروردگار و کرسی پروردگار حق است. درباره کرسی خواهران عزیز فقط در آیت الکرسی که هست، آیت الکرسی میگویم، فقط در همین آیت یک بار در قرآن کلمه کرسی آمدگی هست. اما کرسی همان کرسی که میشینیم نه. بعضی علما میگن عرش و کرسی یک چیز است، اما از عبدالله ابن عباس مفسر صحابه ها آمده است که کرسی جای هست برای قدم های پروردگار، جای پای های پروردگار که چگونه پای پروردگار و این رو هم انسان درک کرده نمیتواند. در روایت دیگر کرسی به معنای علم آمدگی هست و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند مثال تمام همین آسمان ها و زمین، یعنی تمام آسمان ها و زمینه که با همان 500 سال راه دارند، بزرگی آنها را انسان هیچ نه فکر کرده میتواند نه رسیدگی کرده میتواند، در نزد کرسی الله مثل یک پاره خردکک آهن یا گفتیم یک تنگچه هست که به صحرای وسیع پرتافته شده است. یعنی کرسی اینقدر وسیع هست که مثل یک صحرای کلان هست که تمام این زمین ما زندگی میکردگی و تمام این 7 قوت آسمان ها مثل در نزد این صحرای کلان یک پاره آهنچه هستند. و در نزد عرش پروردگار کرسی هم چه است؟ مثل یک آهنچه هست که در یک زمین کلان پرتافته شده است. و یا اینکه پیامبر میگویند اما مقدار عرش را هرگز به جز الله کسی نمیداند، یعنی اینقدر بزرگ است که. در دوامش امام طحاوی میگویند و هو مستغنی عن العرش و ما دونه، اما بدانید که اگرچه الله صاحب عرش است و در نزد اکثر علما اولین چیزی که الله آفریده است این عرش است و الله به بالای عرش است و به این آیت ها زیادند و اهل سنت علمای متقدمشان اولینشان به این بودند، بعدن بعضی علما آمدند و این رو خیلی گفتم دیگه معنا دادن. بدانید که هو مستغنی، الله بی‌نیاز است از عرش. گمان نکنید که وقتی گفتیم الله عرش را آفرید و استوا به عرش کرد الله به عرش نیاز دارد. نه اصلا، الله به عرش نیاز ندارد. الله میگوید فإن الله غنی عن العالمین، از تمام عالمیان پروردگار بی‌نیاز است. والله هو الغنی الحمید، الله چه است؟ بی‌نیاز است و حمید، حمد و ستایش شده می باشد. اصلا پروردگار به عرش نیاز ندارد. محیط بكل شیء و فوقه، پروردگار به تمام چیز آگاه هست، با علمش با قدرتش آگاه هست، اگرچه خودش بالای عرش باشد و یا در بالا باشد. و قد اعجز عن الاحاطه خلقه، و این بنده ها هستند که از احاطه کردن یا گفتیم درباره پروردگار چگونگی ذات پروردگار عقلشان هم احاطه نمی کند و آنها خیلی کوچک هستند که پروردگار را چکار کنند تصور کرده توانند. و اینجا یک مسئله که هست خواهران عزیز،
این است که درباره همین مسئله پروردگار در بالا بودن چه خیلی گفتم، حاضر تقریبا 12-13 تا دلیل رو پی در پی می آورند. پروردگار چی میگوید؟ ثم استوى علی العرش، بس پروردگار بالای عرش استوا کرد و استوا برآمدن. در آیت دیگر میگوید والله من ورائهم محیط، در سوره بروج، و پروردگار آنها را احاطه کننده هست. الا انه بكل شیء محیط، به همه چیز یعنی الله با علمش همه چیز رو چی میکند؟ احاطه میکند. و وقتی ما گفتیم الله احاطه میکند با علمش، معنیش این نیست که نعوذ بالله ما در داخل کی باشیم؟ الله باشه. نه، چه خیلی گفتیم پروردگار فوق العرش، بالای تمام بنده ها هست، یا گفتیم بالای تمام آسمان ها، از آن بالاتر بحر و از آن کرسی و از آن بالاتر عرش بالای آن است. و روایت از عبدالله ابن عباس میآورم که میگویند بدانید که تمام 7 قبت آسمان که گفتیم 500 ساله راه هست و تمام زمین مثل دانچه خرد که در دست پروردگار است. یعنی این قدر سبحان الله پروردگار بزرگ است که این همه دنیای شما، کائنات شما، آسمان با آن همه قبطهایش و با آن همه بزرگهایش در دستان پروردگار مثل یک دانچه میده است. خردل گفته از زیره هم دانچه میده چرا میگویند. در دوامش الله چی میگوید؟ و هو القاهر فوق عباده، و او قاهر است. یعنی قاهر میتوانیم به معنای اینکه پروردگار بالای بندگانش غالب است و این چنین بندگانش را عقاب کننده است. فوق عباده، از بالا. در آیت نحل میگوید که یخافون ربهم من فوقهم، مؤمنان پروردگاری که در بالایشان است از او میترسند و از پروردگاری در بالایشان بوده مؤمنان میترسند. پس اینجا آیت ها گشته و برگشته درباره فوقیه می آید که پروردگار در چه است؟ در بالا هست. یا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در بخاری هست میگویند پروردگار وقتی که بنده هایش را آفرید در بالای عرش چنین گفت این رحمتی سبقت غضبی، همانا مهربانی من سبقت کرد، پیش گذشته است از غضبم. یعنی پروردگار رحمتش از غضبش در پیش می ایستد، برای همین بخشنده مهربان است و اصلا زود به بنده ها غضب نمی کند. و درباره گفتیم این که پروردگار در بالا هست، حدیث ها هم خیلی زیاد هستند که یکی از این حدیث ها خواهران عزیز حدیث زینب بنت جحش است. زینب می گفتند به همسران پیامبر شمایان را ولیهایتان، پدرتان، برادرتان، خیش و تبارتان در زمین نکاح کردن، زوجکن اهالیکن و زوجنی الله من فوق 7 سماوات، مرا باشد پروردگار از بالای 7 طبقه آسمان نکاح مرا خوانده است. یعنی پروردگار امر کرد که زینب همسر تو، من همسرش شدم. این پروردگار مرا چی کرد؟ به نکاح پیامبر در آورد. یا اینکه وقتی یعنی این حدیثی که در بخاری است که زینب فخر میکردن که میگفتن شمایان را در زمین نکاحتون خوانده شد، نکاح من از بالای 7 قبت آسمان. کسی نمیگفت که الله در همه جا هست این را نگو. حدیث رو زینب میگفتند و مردم حتی همسران پیامبر این رو چی داشتن؟ قبول داشتن. یا اینکه مثلا وقتی معاذ ابن جبل بودن، سعد ابن معاذ وقتی بین یهودهای بنی قریظه حکم میکنن که اینها رو باید گردن زده شود برای خیانتشان، پیامبر میگویند تو همون حکمی که پادشاهی بالای 7 آسمان ها کرد آن را کردی، یعنی حکم پروردگار را کرده. و قصه مشهور پیرزن است، پیرزنی که در کوچه پیامبر حضرت عمر رو وقتی که در راه بودند می‌دارد و زیاد صحبت میکند. بعداً اطرافیان حضرت عمر ابن خطاب میگویند که چی شد که به خاطر این پیرزن اینقدر زیاد ایستادی و ما هم انتظارت بودیم، تو خلیفه مومنان هستی، پیرزن چرا اینقدر وقتی تو رو گرفت؟ عمر میگویند آخر چگونه من گوش نکنم زنی را که سخن او را پروردگار از بالای 7 آسمان گوش کرده بود. این همان قوله هست که الله درباره‌اش قد سمع الله قول التي گویان در حقیقت الله شنید سخن همان زنی که با تو درباره شوهرش تلاش میکرد. این همان قوله هست گفتن. یعنی اینجا هم عمر چی گفتن؟ این همان زنی است که سخنش را الله از بالای
7 طبقه آسمان شنید. یعنی اینجا خواهران عزیز مشکلی امروزه اکثریت خصوصا برادران یا خواهرانی که به عقیده ماتوریدی میل دارن یا کتاب‌های عقیده ماتوریدی خوانده هستند که درباره‌شون پیشتر گفته بودیم، همین است. وقتی میگوی الله در بالا هست، یگانه میگویند که الله به بالا گفته، یعنی الله به بالا نیاز دارد، الله به مکان نیاز، الله به مکان هم نیاز ندارد، به بالا هم نیاز ندارد، به عرش هم نیاز ندارد، به پیامبران هم نیاز ندارد. اما وقتی همین چیز رو به خود انتخاب کرد و پیامبر ساکت بودند و قبول کردند و آیت هست و حدیث هست، من و تو هم باید قبول کنیم، نه اینکه عقلی گفته رویم و یگان چیزی از پسش نآید. و خیلی گفتم پروردگار چی میگوید؟ و هو القاهر فوق عباده، بالای بنده هایش او قاهر است. یا اینکه تعرج الملائکه و الروح الیه میگوید. در سوره معارج الله میگوید فرشته ها و روح و جبرائیل به نزد پروردگارت میبرایند. تعرج و عروج مثل الاسراء و معراج به بالا برآمدن میباشد که پروردگار در این آیت در بالا بودن خود را اثبات میکند. یا اینکه در سوره فاطر چی میگوید؟ الیه یصعد کلم الطیب، به نزد پروردگارت کلمه های طیب، بعضیا میگن این لا اله الا الله هست، بعضیا میگن تسبیح هست، بعضی میگن تمام سخنی خوبی که از زبانت از تسبیح و از دیگر کلمات خوب میبراید به نزد پروردگار میبراید، آنها ثواب دارد. و این چنین الله چی میگوید؟ بل رفعه الله الیه. اصلا عیسی را یهودها همراه امپراتور رومی آن زمان نکشتند، بلکه پروردگار رفعه الله الیه، به نزد خودش برداشت عیسی را به نزد خودش. الله به بالا برداشت، رفعه الله الیه، به نزد خودش. یا که چی میگوید؟ اینی متوفیک و رافعک الیه. در سوره آل عمران میگوید که ای عیسی من تو را میرانم و تو را به نزد خود بالا میگیرم. یعنی تو به نزد من به بالا میبرایی، به نزد من به بالا میبرایی. این رو گرفته باش چی میگویم ما؟ الله در همه جا هست، الله بی مکان است، لا مکان است، همه جا هست. اور پروردگار چه خیلی گفتم به مکان نیاز ندارد. اما این آیت ها رو چی میگویم؟ به همه این آیت ها چی جواب میدیم وقتی که گفتیم نه الله رو در بالا نگوید؟ در آیت دیگر الله میگوید تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. نازل می شود، معنای نازل شدن فرو می آید کتاب از نزد پروردگار عزیز و حکیم. یعنی در تمام آیت ها الله چی می گوید؟ ما قرآن را از بالا نازل کردیم، ما باران را از بالا نازل کردیم. یا اینکه الله میگوید تنزیل من الرحمن الرحیم، این کتاب نازل شده است، فرو آمده است از بالا از نزد رحمان و رحیم. همین گونه خواهران حدیث ها خیلی زیاد هستند، آیت ها خیلی زیاد هستند که پروردگار فراوردن کتابش را، به نزد او برآمدن ملائکه را، به نزد او برآمدن حضرت عیسی را، و گفتیم قصه معراج را که پیامبر صلی الله علیه و سلم طبقه به طبقه آسمان برآمدند، در آخر با الله صحبت کردند و باز به آسمانی ششم فرو آمدند و با موسی صحبت کردند که موسی گفتند نه، نماز را باید کوتاه‌تر کنید، نمی شود 50 رکعت را امتان تو خوانده نمی تواند. پیامبر میگن من نزد موسی می آمدم، باز بالا نزد پروردگار می رفتم، باز می آمدم، باز می رفتم، تا اینکه پروردگار نماز را 5 وقت کرد. اینها همش دلالت میکنند که پروردگار در بالا است. اما وقتی گفته می شود که پروردگار در بالا هست، پس چگونه ما را میشنود، میبیند، کمک میکند؟ چه خیلی گفتیم به این قدرتی الله میرسد. یک آفتابی کوچک از مخلوقات الله وقتی در بالا است و با شعاعش همه شما رو گرم میکند و اصلا به این خسته نمیشود یا اینکه ناتوان نیست. پروردگار قدرتش میلیارد و میلیاردها بار از این مخلوقاتش می باشد. و این چنین حدیث صحیحه که میداند پروردگار در نصفه آخر شب، 3/1 آخر شب به آسمان دنیا می فراید و دعا کننده هست اجابت کنم، مغفرت طلبنده هست که گناهایش را ببخشم میگوید. این حدیث هم صراحتاً هست. و عجیبش این است که خواهران عزیز در طول دعوت 23 ساله پیامبر که پیامبر هم در مکه 13 سال بعدن 10 سال در مدینه دعوت کردن، این همه خریستیان ها یا گفتیم نصرانی ها، این همه یهود ها، این همه
مشرک ها با اینها پیامبر مناظره و صحبت داشتن. آره، به همهشون اینها می آمدن درباره اثبات پروردگار از پیامبر می پرسیدن که چگونه الله رو اثبات میکنی، یا چگونه مثلا جنت و دوزخ و درباره اینها. یگان توی همینها آمدن نمی گفتن که الله چگونه در همه جانست، در بالا هست، بالای عرش پروردگار چه خیل است، دست الله چه خیل است، پای الله چه خیل است، چشم الله چه خیل است نمی گفتن. یعنی همون زمانه مشرک ها و همون زمانه کافران، همون زمانه یهود و نصرانی ها ببخشید عقیدهشون شاید ثابت‌تر یا عقلشون ثابت‌تر بود که در این باره ها شک نداشتن، برای اینکه میدونستن که عقل آدمیزاد این رو نمیگیرد. امروز یک نفر نماز درباره فرض‌های نماز نمیداند، یک نفر درباره آیات‌هایی که چی چیز را به او حرام کرده است درباره‌اش نمیداند. یکم سخنش الله در کجا هست؟ وقتی گفتید الله در قرآن خودش میگوید که ثم استوى علی العرش، یکی میگن چه خیلی این خیل میشود. یعنی تو درباره بندگی خودت نمیدونی، خودت رو نمیشناسی، درباره فرض‌های الله نمیدونی تو کی هستی و درباره پروردگار سوال و جواب. برای همین هر چی درباره ذات الله یا همین گونه صفات‌هایی که ما با عقل درک کردن نمیتوانیم، مثل بالای عرش شدن، فرآمدن به آسمان دنیا، دست و چشم و یا گفتیم اینها صحبت کردید، خواهرها هرچی گمراه شدن میگیره، چون که عقلمون نمیگیرد. وقتی ما مثلا عادی ترین مثال، وقتی کودک 4 ساله‌تان آمد و به شما درباره پارلمان صحبت کرد که در پارلمان مثلا 80 وکیل لازم بوده، شما خنده کرده میگید به این چیز عقلا نمیگیره، صحبت نکن. آره، قبولش ندارید، میگه در این باره تو چی بود، درباره پارلمان چی؟ آخر من و شما کجا و ذات پروردگار کجا که ما در این باره تلاش کنیم؟ پروردگار درباره بالای عرش بودنش گفت، درباره بالا از بنده هایش بودن گفت، درباره عرشش گفت، درباره کرسی گفت، درباره اینکه از بالا ایستاده احاطه میکند با علمش، با قدرتش تمام بنده ها رو گفت. پس مسلمان باشید، مؤمن باشید، سر فرود آورید و گید قبول کردم، من قبول کردم، من ایمان دارم، مثل پیامبر، مثل صحابه های پیامبر. چرا این طرف اون طرف میرویم و یکدیگر رو تو مجسمه یا تو چیز دیگری گویان میگردیم؟ با همین مسئله چی میشود؟ مشکل میشود که ما یکدیگری رو نمیفهمیم. اما خواهران عزیز، هر عالمی که چی از امام ماتریدی باشد مثلا، چی از علمای دیگر، حتی مثلا امام قرطبی هم در این مسئله یکم لغزیدگی هستند، یا گفتیم امام نووی، ابن حجر عسقلانی، هر عالمی که در بالا بودن الله رو اینها انکار کردگی نیستن، اینها تعویل کردگی هستن. یعنی تعویل دیگر نمود معنی داد کردگی هستن. بدونید که اینها رو هرگز کسی از علمای اهل سنت و جماعت کافر گفتگی نیست. ما شرح صحیح مسلمی که امام نووی کردن همیشه قبول داریم، میخوانیم. یا که فتح الباری ابن حجر رو همه میخونن، تفسیر قرطبی همه میدونن که دوم تفسیر بزرگترین بعد از تفسیر امام طبری هست. فقط اینها از این که الله را تشبیه به کسی، به چیزی از مخلوقات نکنیم گفتگی هستن که پروردگار را به یگان جهت مخصوص نکنید. الله بالای عرش است نگوید، برای اینکه بالای یک جا بودن این خاص بنده ها هست. یعنی اینها از ترس این را کردن که پروردگار گناهشان را ببخشد، از ترس کردن، نه اینکه از این کار. وگرنه کسی آیت را یا گفتیم حدیث را این کار میکند از دین خارج میشود. اما اگر باز هم برگردیم به آیت و به حدیث، به قول صحابه و 4 امام اول اهل سنت و جماعت، میبینید که به این چیز ایمان داریم، ما چگونگیش را درک کردن نمیتوانیم و چگونه که پیامبر به ما فهماندند و پروردگار به ما فهمان همین گونه قبولش داریم. بعد از این شروع میکنن درباره گرفتن الله ابراهیم را خلیل و یا صحبت کردن الله به موسی که الله نصیب کرده باشد. این هم یکی از صفتهای دیگری کلام یا صحبت الله به موسی و این مسئله ها در درس دیگر صحبت میکنیم. حالا باشد میتوانم سوال هایتان را بگیرم که چه خیلی که اتفاق کردیم سوال ها ضبط نمیشوند، برای اینکه زنهای تاجیک از نمیدونم از چی میترسند. سوال جواب کنیم، اگر قیامت قایم می شود زنی تاجیک نباید سوال جواب علمی داشته باشد یا چیزی دیگر، خیر به هر حال ضبط نمی کنیم.